سلام دوستان، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. من رضا هستم از کانال زبان کده. همونطور که میدونید ما چند روزی هستش که در واقع چند هفته هستش که یک دوره رو شروع کردیم با عنوان مکالمه زبان انگلیسی در 30 روز، دوره پیشرفته. در این دوره تلاش شده تا شما رو با مواردی آشنا کنم که میتونه به صورت پیشرفته و یا خاص توی مکالمات بهتون کمک بکنه. امروز میخوایم با همدیگه روز هفتم رو شروع کنیم که مجدداً پرداختن به ادامه حروف تعریف آرتیکلز در مکالمات زبان انگلیسی. در ویدیوی روز ششم آرتیکل و یا حروف تعریف رو براتون مشخص کردم و گفتم که 3 حرف تعریف اصلی در زبان انگلیسی وجود داره به نام A, An و D. اما حرف تعریف د یک ادامه هم داره که من در این ویدیو به اون ادامه پرداختم. یعنی در واقع اومدم حرف تعریف د رو براتون مشخص کردم که دقیقاً توی چه مواردی باید استفاده کنیم. خیلی از ماها هنگامی که میخوایم جمله سازی کنیم و یا توی مکالماتمون از این حروف تعریف استفاده بکنیم یه مقداری ممکنه گیج بشیم که آیا الان د رو لازمه که استفاده بکنم؟ لازم نیست که استفاده کنم؟ چه موقع بهتره که ازش استفاده بشه و موارد صحیح استفادهش چیه؟ اگر این ویدیو رو تا آخر ببینید حتما آشنا خواهید شد که توی چه مواردی باید د رو استفاده بکنید و توی چه مواردی لازم نیست. در واقع ما هر جایی که دلمون بخواد نمیتونیم حرف تعریف د رو استفاده کنیم. قبل از اینکه این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم ازتون میخوام که اگر کانال رو تا الان سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید تا حمایتی بشه از ما برای ادامه ویدیوهای بهتر. در ابتدای روز هفتم کاربرد حروف تعریف در مکالمه با من همراه باشید. در ابتدا بپردازیم به حرف تعریف د. ببینیم حرف تعریف د رو ما توی چه شرایطی میتونیم استفاده کنیم. The article the is used with special nouns to indicate that the noun refers to something unique, specific, or already known to the reader or listener. حرف تعریف د با اسامی خاص استفاده میشه که نشون بده که اسم به یک چیز منحصر به فرد، خاص و یا قبلا شناخته شده برای خواننده یا شنونده اشاره داره. در واقع به عبارت دیگه وقتی من از حرف تعریف د استفاده میکنم منظورم رو دارم به یک اسم خاص بیان میکنم. یعنی در واقع دارم به یک اسم خاص اشاره میکنم یا یه چیزی که شما از قبل اون رو میشناختین. باید در اینجا بهتون بگم که گرامری که در رابطه با حرف تعریف د هست در واقع اون طبقه بندیش یک طبقه بندی هستش که توی ویدیویی مثل ویدیوی مکالمه امروز قرار نمیگیره و من برای اون حتما یه ویدیویی رو آماده خواهم کرد که اون ویدیو رو ببینید که بتونید مشخص کنید که دقیقاً توی چه مواردی باید از د استفاده کنید. در ادامه بریم با هم دیگه مثال ها رو ببینیم. مورد اول میخوایم اشاره کنیم به یک مورد خاص. میخوایم بگیم کتاب روی میز مال منه. خب در اینجا هم میز در واقع برای ما خاصه، مشخصه و هم کتاب. پس من باید از حرف تعریف د استفاده کنم که در واقع نشون بدم که این دوتا برای من شناخته شده است. The book on the table is mine. The book on the table is mine. این کتابی که روی میزه مال منه. در اینجا در واقع برای شنونده هم کتاب مشخصه که کدوم کتابه، هم میز مشخصه که کدوم میزه. The book on the table is mine. یه مثال دیگه هم ببینیم. دیدی ماشین بیرون پارک شده؟ Did you see the car parked outside? Did you see the car parked outside? در اینجا هم در واقع ماشین برای شنونده و یا برای طرفی که شما مخاطبتون هست مشخص شده است و اون میدونه که شما در رابطه با چه ماشینی صحبت میکنید. اگر من اینجا به جای د استفاده کنم و بگم Did you see a car parked outside؟ مشخص نیست که در رابطه با کدوم ماشین داره صحبت میشه. یه ماشینی بیرون پارک شده ولی اون ماهیت اون ماشین برای من مشخص نیست اگر حرف تعریف د رو استفاده نکنم. وقتی حرف تعریف د رو آوردم در واقع مشخصه که دارم به یک ماشین خاص، به یک مورد خاص اشاره میکنم. Did you see the car parked outside؟ یعنی دیدی بیرون ماشین پارک شده؟ دیدی اون ماشینه رو که بیرون پارک شده؟
مورد بعدی استفاده از حرف تعریف د unique items هست، یعنی موارد منحصر به فرد و تک. وقتی یک چیزی منحصر به فرده و تکه، از حرف تعریف د باید استفاده کنیم چون همه اون رو میشناسن. مثلا این مثال رو ببینیم، خورشید از شرق طلوع میکنه. آیا خورشید یک چیز منحصر به فرد نیست؟ آیا تک نیست؟ چرا خورشید تکه؟ خورشید فقط یه دونه ازش وجود داره، پس یک مورد منحصر به فرد و تک حساب میشه. The sun rises in the east. The sun rises in the east. در اینجا ایست به معنای شرق، rises به معنای طلوع کردن هست و سان هم که مشخص به معنای خورشید. در اینجا هم خورشید برای ما یونیک و خاصه و منحصر به فرده، هم ایست به معنای شرق برای ما منحصر به فرده. چند تا شرق وجود داره توی جهات جغرافیایی؟ خب قطعا یه دونه وجود داره. The sun rises in the east. The sun rises in the east. یعنی خورشید از شرق طلوع میکنه. مثال دوم از این مورد، میخوایم بگیم رئیس جمهور امشب یک سخنرانی خواهد داشت. رئیس جمهور هر کشور یک مورد منحصر به فرده، یونیکه، تکه. The president will give a speech tonight. The president will give a speech tonight. president همونطور که بهتون گفتم چون یک مورد خاصه، یک شخص خاصه، در واقع تکه، باید براش از حرف تعریف د استفاده بشه که مشخص بشه یکی تک هست. و اسپیچ در این جمله یعنی سخنرانی. The president will give a speech tonight. The president will give a speech tonight. مورد سوم، هنگام استفاده از صفات عالی superlatives. superlatives یعنی صفات عالی. خب صفت عالی و یا همون ترین در زبان فارسی و در زبان انگلیسی فرقی نمیکنه. داره اشاره میکنه مجددا به یک موردی که خاصه و اونو همه میشناسن و میدونن، پس مشخصه برای ما. او بهترین دانش آموز توی کلاسه. در اینجا وقتی داریم میگیم او بهترین دانش آموز توی کلاسه، در واقع داریم باز مجددا به یک نفر اشاره میکنیم و حالا یا یک گروه توی مثالهای دیگه. She is the best student in the class. She is the best student in the class. در اینجا بهترین دانش آموز یعنی best student جزو صفات superlative و یا صفات عالی در زبان هست. پس برای اینکه مشخص بکنیم که اون صفت عالیه و مشخص بشه که اون یک شخص خاصه، حتما باید براش از حرف تعریف د استفاده بکنیم. یه مثال دیگه برای صفات عالی، اون بازی هیجان انگیز ترین بازی بود که دیدم. That was the most exciting game I've ever seen. That was the most exciting game I have ever seen. در اینجا هم exciting به معنای هیجان انگیز بودن. I have ever seen هم ساختار زمان حال کامله که میتونید به ویدیوهای مربوط به اون مراجعه کنید، اونو کامل یاد بگیرید. داریم میگیم که اون بازی هیجان انگیز ترین بازی بود که دیدم. در واقع باز داریم مجددا اشاره میکنیم به یک بازی مشخص، به یک مورد مشخص که فقط میتونه یه دونه باشه. That was the most exciting game I have ever seen. That was the most exciting game I have ever seen. و اما مورد چهارم استفاده از حرف تعریف the previously mentioned. ببینید وقتی که شما دارید به یک موضوعی اشاره میکنید که از قبل معرفی شده به شما، باید از حرف تعریف د استفاده بشه. این مثال رو با هم ببینیم تا بهتون توضیح بدم. در ابتدا میگیم که یه لباس جدید خریدم. خب در اینجا ما اومدیم لباس جدید رو به شما معرفی کردیم. پس میتونم در جمله بعدی اطلاعاتی رو در رابطه با اون لباس جدیدی که خریدم و به شما معرفی کردم بدم. لباس آبیه. به کدوم لباس دارم اشاره میکنم؟ به لباسی که توی جمله قبلی گفتم خریدم، جدید خریدم. I bought a new dress. The dress is blue. I bought a new dress. The dress is blue. ببینید در این جمله اگر من جمله ابتدایی یعنی I bought a new dress رو نگم، جمله دوم برای شما مبهمه.
مفهوم نیست که دارم به کدوم لباس اشاره میکنم. اما در ابتدا اومدم به شما یک موضوعی رو معرفی کردم، بعد در رابطه باش اطلاعات دادم. اگه من مستقیم میگم the dress is blue، لباس آبیه، شما نمیدونید که من در رابطه با کدوم لباس دارم حرف میزنم. لباسی که دیدم، لباسی که پوشیدم، لباسی که خریدم، چه لباسی. اما وقتی در جمله اول میگم یه لباس جدید خریدم، شما میدونید که من دارم در رابطه با لباس جدیدم صحبت میکنم. I bought a new dress. The dress is blue. I bought a new dress. The dress is blue. یه مثال دیگه با هم ببینیم. او یک کیف پول پیدا کرد. کیف پر پول بود. He found a wallet. The wallet was full of cash. He found a wallet. The wallet was full of cash. مجددا گفتم که او یک کیف پیدا کرد. اوکی. He found a wallet. یک کیف پیدا کرد. در ادامه وقتی من میگم the wallet was full of cash، کیف پر پول بود، شما میدونید که من در رابطه با چه کیفی دارم صحبت میکنم. کدوم کیف؟ همون کیفی که پیداش کرد. He found a wallet. The wallet was full of cash. He found a wallet. The wallet was full of cash. مورد پنجم استفاده از حرف تعریف د. Things that are commonly noun. Things that are commonly noun یعنی چیزهایی که معمولا شناخته شدن، یعنی در اکثریت آدم ها اون رو میشناسن. این مثال رو ببینیم تا بهتر متوجه بشید. اینترنت مسیر ارتباطات رو عوض کرده. آیا کسی هست که ندونه اینترنت چیه؟ اکثریت آدم ها میدونن که اینترنت چیه. پس اینترنت یک چیز مشخص شده و یک چیز شناخته شده برای همه هست. پس باید براش حرف تعریف د رو بگم. The internet has changed the way we communicate. The internet has changed the way we communicate. در واقع داره میگه اینترنت مسیر ارتباطات رو عوض کرده. مسیری که ما ارتباط برقرار میکنیم رو در واقع عوض کرده. The internet has changed the way we communicate. یه مثال دیگه. فیل بزرگترین حیوان روی زمینه. The elephant is the largest land animal. The elephant is the largest land animal. در این مثال دو تا حرف تعریف د می‌بینیم. حرف تعریف د اول که در واقع موضوع این در واقع این قسمت هست، اینه که میگه the elephant یعنی فیل. فیل یک حیوان شناخته شده برای همه است. پس من نمیتونم فقط بگم an elephant یعنی یه دونه فیل بزرگترین حیوان روی زمینه. کلیت فیل ها رو دارم در رابطه باشون حرف میزنم. The elephant is the largest land animal. اما دی بعدی چیه؟ شاید براتون سوال باشه. دی بعدی همونطور که توی قسمت های قبل بهتون گفتم، یعنی چند دقیقه قبل بهتون گفتم، جزو صفات عالیه، یعنی صفات برتر، سوپرلاتیو هست که قبلا بهش اشاره شد. The elephant is the largest land animal. فیل بزرگترین حیوان روی زمینه. در واقع من فقط به یه دونه فیل اشاره نکردم، به کلیت فیل ها که برای همه شناخته شده هستن دارم اشاره میکنم و فقط یه دونه فیل خاص مورد نظرم نبوده. مورد ششم. Whole classes of things. Whole classes of things یعنی اشاره به کلیت یک چیزی. وقتی میخوایم در رابطه با کلیت یک موضوعی که برای جامعه، برای مردم شناخته شده هست صحبت بکنیم، میتونیم از این حرف تعریف استفاده کنیم. این یعنی چی؟ بذارید براتون بیشتر توضیح بدم. میخوایم بگیم پولدارا اغلب پولدارتر میشن. خب پولدار بودن، یک شخصی که پولدار هست، در واقع یک کلیتی از یک موضوعه. باز مجددا نقل شخص خاصی صحبت نمی کنم، یک کلیتی رو دارم در نظر میگیرم. The rich often get richer. The rich often get richer. پولدار اغلب پولدارتر میشه. در اینجا مفهوم من یک شخص پولدار نیست، دارم به کلیت یک موضوع که پولدار بودن هست اشاره میکنم. The rich often get richer. The rich often get richer. مورد بعدی natural phenomena یعنی پدیده های طبیعی.
مثل باد، بارون، سیل و امثال اینها. انتظار میره که همه هفته بارون ادامه داشته باشه. در اینجا باران یک پدیده طبیعیه، پس بهتره در رابطه با اون از حرف تعریف د استفاده کنیم. در واقع اینطوری میتونیم اینو هم بیان کنیم که باران برای همه شناخته شده است. چرا؟ چون یک پدیده طبیعیه. من در رابطه با باران، در رابطه با یک مسئله خاص، یک بارون خاص صحبت نمی کنم و یا مفهوم خاصی رو نمیخوام بهش بدم. در رابطه با باران به عنوان یک پدیده طبیعی دارم صحبت میکنم و چون یک پدیده طبیعی هست حتما باید حرف تعریف د رو براش استفاده بکنم. The rain is expected to continue all week. The rain is expected to continue all week. باران انتظار میره که همه هفته ادامه داشته باشه. The rain is expected to continue all week. یه مثال دیگه شبیه این ببینیم. دیروز باد خیلی شدید بود. باد مجدداً یک پدیده طبیعیه. The wind was very strong yesterday. The wind was very strong yesterday. دیروز باد خیلی شدید بود. The wind was very strong yesterday. مورد بعدی geographical names. Geographical names یعنی اسامی جغرافیایی، مثل دشت، دریا، جنگل و امثال اونها. همیشه دلم میخواد جنگل‌های بارونی آمازون رو ببینم. جنگل‌های بارانی آمازون یک اسم جغرافیایی، یک محل جغرافیاییه. پس برای جنگل بارانی آمازون بهتره که از حرف تعریف د استفاده کنیم. در واقع باید استفاده بکنیم. چرا؟ چون یک اسم جغرافیایی خاصه. I have always wanted to visit the Amazon rainforest. I have always wanted to visit the Amazon rainforest. The Amazon rainforest یک محل جغرافیاییه، یک اسم جغرافیاییه. پس باید براش از حرف تعریف د استفاده کنیم. مثال بعدی، رشته کوههای آلپ یک رشته کوه زیباست. مجدداً رشته کوههای آلپ یک اسم جغرافیایی، یک محل جغرافیایی. The Alps are a beautiful mountain range. The Alps are a beautiful mountain range. یعنی رشته کوههای آلپ یک رشته کوه زیباه. The Alps are a beautiful mountain range. در اینجا هم رشته کوههای آلپ برای ما یک محل جغرافیایی حساب میشه که باید براش حرف تعریف د رو استفاده کنم. و مورد آخر titles and names. Titles and names یعنی عناوین و اسامی. وقتی میخوایم در رابطه با یک اسم صحبت کنیم و یا یک عنوان صحبت بکنیم، برای اینکه مشخص بشه در رابطه با چه اسم یا عنوانی هست بهتره که از حرف تعریف د استفاده بشه. میخوایم بگیم اون مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی شرکته. He is the CEO of the company. He is the CEO of the company. CEO یعنی بالاترین مقام اجرایی که در واقع میتونه مدیر عامل و یا مدیر ارشد باشه. در اینجا چون داریم به یک عنوان اشاره میکنیم، به یک لقب اشاره میکنیم، از حرف تعریف د باید استفاده کنیم. He is the CEO of the company. و اما مثال آخر، میخوایم بگیم ارباب حلقه ها یک مجموعه کتاب معروفه. ارباب حلقه ها یک اسم یا یک عنوان خاص نیست آیا؟ آیا باید براش حرف تعریف د استفاده بشه؟ بله باید استفاده بشه، به خاطر اینکه یک اسم خاصه، یک عنوانه. ارباب حلقه ها یک مجموعه کتاب معروفه. The Lord of the Rings is a famous book series. The Lord of the Rings is the famous book series. Lord of the Rings. Lord of the Rings رو اکثریت آدما میشناسن و یا میتونیم در واقع اینجوری بگیم که اگر نشناسن هم با استفاده از این جمله میتونن بفهمن که یک مجموعه کتاب خیلی معروف دیگه، یک اسم خاصه، یک عنوانه، یک اسمیه که برای همه باید شناخته شده باشه و معروف باشه. The Lord of the Rings is a famous book series. The Lord of the Rings is a famous book series.
ویدیوی ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این دوره رو هم مثل دوره مبتدی همراه با من ادامه بدید و تا آخرین روز، تا روز 30 با من همراه باشید، مطمئن هستم که نتیجه کافی رو خواهید گرفت. مثل همیشه یک پیشنهاد هم بهتون میکنم و اون اینه که حتما ویدیوها رو به صورت سری دنبال بکنید. حتما اونها رو تکرار بکنید. چندین بار برای خودتون این ویدیوها رو مرور کنید. هنگامی که دارید کارهای روزمره‌تون انجام میدید، میتونید حتی گوش کنید به این ویدیوها تا بتونید قالب‌ها، جملات و یا نکاتی رو که من سعی میکنم نکات گرامری ریزی رو که لازم هست برای شناخت اون موضوع رو بهتون عنوان میکنم توی ذهنتون بسپارید و توی شرایط اونها رو با خودتون تمرین کنید و استفاده بکنید. مثل همیشه منتظر نظرات و کامنت های شما هستم. حتما برای من کامنت بذارید. کامنت های شما برای من بسیار انرژی بخش و امید دهنده است. اگر که ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو هم با دوستانتون به اشتراک بذارید و حتما لایکش کنید. تا ویدیوی بعدی، وقتتون بخیر.